بیشتر اتفاقایی که توی دنیا میفته هیچ دلیل و توضیحی براش وجود نداره. گاهی اما سعی میکنیم خودمون برای یه سری اتفاقات یه توضیحاتی پیدا کنیم که خودمون دلمون میخواد، اما واقعا خودمونم نمیدونیم که اصل ماجرا چیه. توی ویدیوی جدید میخوایم ببینیم که توی آسمون چه خبر میشه که علم نمیتونه توضیحش بده. هاله خورشید. این تصویری که میبینید اخیراً توی کانادا گرفته شده. شاید فکر کنید که فتوشاپه، اما باور کنید که عکس کاملا واقعیه. اون هاله های نارنجی دور خورشید رو میبینید، خیلی عجیبن. اما خیلی ها اون روز این هاله ها رو دیدن و به محض اینکه در اینترنت منتشر شده میلیون ها بار دیده شده. مردم معتقد بودن که این پدیده علتهای مختلفی میتونه داشته باشه. یه عده میگفتن این یه سری انرژیه که دور خورشید رو گرفته. یه عده دیگه هم میگفتن که این هم یه شیء ناشناس پرنده است. اما واقعیت ماجرا اینه که اینا فقط هاله های خورشیدن که وقتی ابرای خیلی کوچیک دور خورشید باشن به وجود میاد. نگاه از بالا. خب این جزء اون چیزایی نیست که آدم همیشه تو خیابون ببینه. عجیب و غیر قابل باور اما واقعیه. با اینکه نمیدونم واقعا چه موجودیه، اما خب معلومه که چشمای خیلی بزرگی داره. یکی از کاربرا معتقد بود که شبیه فرشته‌ایه که داره از پنجره بهشت زمین رو نگاه میکنه. بقیه میگفتن این یه علامت شومه که نشون از این داره که یه اتفاق بدی قراره بیفته. ببینم تا حالا شده آسمون رو نگاه کنید و ببینید یه جفت چشم بهتون زل زده؟ اونم چشم به این بزرگی. شیء ناشناس پرنده در انگلستان. در سپتامبر 2019 این شیء ناشناس پرنده در آسمان انگلستان دیده شد. اگه شما اطلاعاتی در موردش دارین یا حتی اگه خودتون اون موقع اونجا بودین و دیدینش، لطفاً نظرتون رو برامون کامنت کنین، چون ما واقعا نمیدونیم که این شیء ناشناس پرنده چیه. ابر قرمز مرموز. یه شب خیلی معمولی در سال 2019 یه مردی به اسم درن توی هتلی در تایلند بود. همون شب بیرون از هتل میتونستی آدمایی رو ببینی که گروه جمع شدن و به آسمون خیره شدن. یه ابر قرمز وسط آسمون بود و گاهی هم رعد و برق میزد. در کمتر از چند روز بعد این ویدیو در اینترنت میلیون ها بار دیده شد. اما قسمت عجیب ماجرا میدونین چی بود؟ اینکه انگار یه بشقاب پرنده هم دور و بر این ابر پرواز میکرد. این دیگه چیه خدای من؟ خب طبیعیه که خیلی از آدما میگفتن که این حتما یه سفینه فضایی بوده که اتفاقا یه مسافرم داشته و اون رعد و برقا هم به خاطر شارژ کردن باتری سفینه بوده. به نظر شما این خیلی تئوری عجیبیه؟ رعد و برق آتش فشان. این یکی مصیبت خیلی زیباییه. یادتون میاد رعد و برق اون ابر قرمزو؟ الان قراره رعد و برق آتش فشان رو ببینیم. این واقعا یکی از زیباترین چیزاییه که توی زندگیم دیدم. ترکیب رنگ قرمز مواد مذاب و اون رعد و برق آبی واقعا منظره زیباییه که شما هر روز توی کوچه و خیابون همچین صحنه‌ای رو نمیبینید. گویا این اتفاق موقع فوران آتش فشان افتاده. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ دانشمندان معتقدند که ذرات خاکستر که کنار هم قرار گرفتن در طول فوران آتش فشان الکتریسیته ساکن ایجاد کردند و باعث رعد و برق شدن. معمای گلاسگو. توی این ویدیو یه شیء ناشناس پرنده دیگه داریم که توسط دوربین‌های مداربسته دیده شده. اگه خوب دقت کنید میتونید ببینیدش. این یکی البته برخلاف بقیه خیلی نامنظم پرواز میکرد. عجیبه. واقعا توی دنیا چه خبره؟ شاهدا میگن که این شیء بعد از یه بارون خیلی شدید دیده شده. استیو. این ویدیو در مورد یه سری نورهای منحصر به فرده که توی کانادا دیده شده و اسمشو گذاشتن استیو. خب راستشو بخواید هنوز هیچ توضیح منطقی برای به وجود اومدن این نورها نداریم. اما خب واقعا خیلی قشنگن. مخصوصا وقتی که میدونید بشر هیچ دخالتی توی به وجود اومدنشون نداشته. سالهاست که این نورها سوژه عکاساست. اما خب با این وجود منشأ به وجود اومدنشونم هنوز مشخص نیست. بارون غذای دریایی. خب توی این ویدیو یه سری موجوداتی توی آسمون هستن که واقعاً جاشون توی آسمون نیست، چون این موجودات در تمام زندگیشون زیر آب زندگی میکنن. این ویدیو رو ببینید برای تابستون 2018 وقتی توی شهر شمالی توی چین بارون حیوان میومد، مثلا اختاپوس. این اختاپوس دقیقاً لحظه‌ای که از آسمون داشته میافتاده دیده شده و خب افرادی که عاشق سوژه های باحالن هیچ وقت این صحنه ها رو از دست نمیدن.
هیچ وقت فکر می‌کردین که همچین اتفاقی توی دنیا بیفته؟ مثلا این ستاره دریایی رو ببینید که از آسمون افتاده روی کاپوت این ماشین، یا این میگو که افتاده روی برف پاکن یه ماشین دیگه. خب بذارین بهتون بگم ماجرا چیه. یه طوفان خیلی شدید باعث شد که حیوونا از آب بیرون بیفتن و باد آوردشون درست وسط شهر و آدما. خب به نظر شما کدوم یکی از همه عجیب تر بود؟ جواب و یا هر نظر دیگه که دارید از طریق کامنت با ما به اشتراک بذارید. به امید دیدار.